نمیدونم چی بگم یا اصلا چیزی بگم. حس میکنم زیادی درگیر جزئیاتم. اونقدر درگیرم که یادم رفته کل مفهوم زندگیم چیه. ولی اصلا چرا دنبال مفهوم میگردم در حالی که خودم مسئول ساختن اون مفهومم؟ شاید برای ساختن مفهوم باید به خودم زمان بدم. من ترس از ارتفاع دارم و راه اینجا خیلی ترسناکه. پاهام داشت میلرزید. با آدمای بیشتری آشناشم. آدمای زیادی رو از زندگیم حذف کنم. وقتی اینجور جاها میام تنها کسی که میخوام باش باشم مامانمه. آخه اون عاشق جای رنگی و این شکلیه. به جای خیره شدن به آسمون به جلوی پام بیشتر توجه کنم تا زمین نخورم. یا هم به زمین بخورم. اونقدر به زمین بخورم تا یاد بگیرم. همینه. روح من وقتی شاده که چیزی رو یاد بگیره. فقط به طرف جلو قدم بر نداره. در حال راه رفتن چیزی رو یاد بگیره و چیزای زیادی رو تجربه کنه. شادیای زودگذر برام بی‌معنیه. چون هر بار که به درختای در حال درخشش زیر نور آفتاب نگاه میکنم هم شاد میشم. یا هر بار که پرنده ها رو در حال پرواز، آدما رو در حال تلاش، خودم رو در انعکاس پنجره قطار زندگیم در حال تماشای اونا میبینم شاد میشم. من خوشحال میشم. اون موقع است که واقعا شادی رو تجربه میکنم.